داده نشده باشد ما نمیتوانیم شناسیم. و همچنین در مورد عبادت آنچه که فطرت میگوید، غایت چیزی که فطرت به سوی ما را میخواند این که تو در برابر خدا کرنیش کنی، خدا را بیپرستی، عبادتش کنی. اما چگونه؟ در همین تعلیماتی بودا ما عبادتی به اون معنا از عبادت دیده نمیشه. سر یک سلسله ریاضت های مشقت آورم هست، ریاضت هایی هست. اما این قرآن است که میگوید بیا راه عبادت اینه، نمازه، روزه است، حجه. برای عبادتی بندگان وحدت میبخشد. وحدت بخشیدن خودش یک هدف است. مثلا این که چرا نمازی بامداد مثلا 3 رکعت نیست 2 رکعته، خب این چراها پاسخ ندارد اینها. خدا همچنین خواسته. اما خدایی که پیامبر را فرستاده است با تو گفته نماز صبح را 2 رکعت خوان، اما نمازی مثلا ظهر را 4 رکعت فرض بخوان، سنتش 4 رکعت است، 2 رکعت سنت هم هست. نماز عصر 4 رکعت فرض است. خب چرا خدا 6 رکعت نیست مثلا؟ به چه دلیل؟ خب این دیگه دلیل نداره. خدا همچنین خواسته است. وحدت بخشی خودش هدفی معقولیه. اینکه همه مسلمانان عبادتشان یک گونه باشد، خب خود یک هدفی خیلی والاست. اگر پیامبری نبود، قرآنی نبود، چگونگی عبادت کردن را برای ما نآموخت، خب چگونه عبادت میکردیم خدا را؟ یک نفر مثلا پا میشد و زمین می افتاد، یک نفر مثلا دلش میخواست که خدا را به یک گونه دیگر عبادت کند. خب نه، نمیشد. وحدت بخشید خدا. این در زمینه عبادات. در زمینه صدقات نیست. غایت چیزی که فطرت میگوید تو مستمندان را کمک کن. اما اسلام آمد، قرآن آمد، حدود و ثغور، حد و مرز برای این صدقه گذاشت. گفت این صدقه فرض است، این صدقه مستحب است و حرج هم نیست در شریعت. ببینید اگر شریعت نبود، قرآن نبود، چه بسا انسان برای بر نفس خود ظلم میکرد. یعنی فرض کنید با فطرتش یافت خدای هست، با فطرتش یافت عبادت باید او را بکند، شاید یک عبادت های مشقت آفرین را بر خودش تحمیل میکرد. توجه هستید؟ و شاید اگر حدود و ثغوری برای صدقه نداشته باشد، بعضیا می آمدند مثلا شاید تمام اموال خود را میدادند در راه خدا، زن و فرزند خود را مثلا فراموش میکردند. فایده هدایت قرآن همینه. در مورد آخرت نیست. آنچه که فطرت میگوید یک قیامتی هست. یعنی حتما خداوند، قطعا خداوند یک تو عالم دیگری وجود دارد، در آنجا مجازات خواهد کرد. ظالمان را مجازات خواهد کرد، گناهگاران، فاسقان، جنایتکاران را در آنجا مجازات خواهد کرد. اما آیا عقل بشر توانایی مسئله مثل شفاعت را میتوانست دریافت کند؟ اگر پیامبری نبود، قرآنی نبود، چه بسا گناهگار به خودکشی دست میزد، ناامید میشد، میگفت آخ من گناه کردم دیگر تمام، خدا وقتی که مردم دیگر خدا مرا مجازات بکنه، میرفت خودکشی میکرد و به این عقیده هم که در آخرت هم عذاب خواهد کشید. اما قرآن آمد نه، گفت دری توبه باز است. ای بنده، هر قدر هم که گناه کردی، که البته نباید میکردی، حالا که کردی اما ناامید نشو، همیشه دری توبه، دری بازگشت به سوی خدا باز است به سوی تو. این امید داد. همچنین شاید در این دنیا کسانی هستند که فرض بفرمایید اعمال صالحشان، کردارهای رفتارهای نیکویشان کمتر از کردارهای ناپسند و بدشان باشد.
یا برابر باشد. در قیامت تکلیفش چیست؟ آیا خداوند او را به مثلا بهشت ببرد یا به جهنم علیاذ بالله؟ اینجاست که مسئله شفاعت پیش میاد. اونجا به دست به دامان پیامبر میشیم، واسطه قرار میدیم پیامبر را، بگیم خداوندا به حق این پیامبرت از ما درگذر. ما روایاتی داریم که خیلی از بندگان خدا که طبق عدالت الهی جایگاهشان جهنم بود، اما به خاطر رحمت الهی و شفاعت پیامبر واردی بهشت خواهند شد. روایات داریم مثلا کسی که حافظ قرآن باشد، جوانی که حافظ قرآن است، خب این میتواند در قیامت برای پدر و مادرش شفیع بشود. یا کسی که در راه خدا کشته شده است، شهید شده است، میتواند پدر و مادر و نزدیکان خود را برای آنها شفیع باشد، شفاعت کند پیش خدا. این مسائل را آیا ما میتوانستیم با فطرت و عقل اون خردی خدا داده پیدا بکنیم، بیابیم؟ البته اینجاست که ما به قرآن نیاز داریم. بنابراین کسی نمیتواند اشکال کند که پس قرآن اولا فقط هدایت است برای یک طبقه خاصی از پرهیزگاران. گفتیم نه، پاسخ اینه که پرهیزگاران، هر کسی پرهیزگار است، هر کسی که در راه فطرت باشد پرهیزگار است. آره، یک چنین انسان آمادگی، روح او، وجود او آمادگی این پذیرش هدایت قرآن را پیدا میکند. یعنی وقتی ما خوب بودیم قرآن برای ما هادی است، راهنماست. اما اگر وجودی ما آلوده بود، به ندای فطرت گوش ندادیم، برای کج رفتیم، منحرف شدیم، این وجودی ما دیگر صلاحیت و لیاقت پذیرش هدایت قرآنی را نخواهد داشت. برای همین هست که در قرآن در بعضی از آیاتها در همین سوره بقره هست که در مورد قرآن خدا گفته است که یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا، یا برعکس. خداوند مثلهای خدا به گونه است که خیلی ها به واسطه آن گمراه میشند و خیلی ها راهی راست را پیدا میکنند. یعنی چی؟ یعنی قرآن آیا وسیله گمراهی است؟ البته به این معنا نیست. به این معناست که کسانی که استعدادی پذیرش هدایت قرآنی را ندارند، دلیلش هم اینجا یعنی عاملی عدم پذیرش آنها هستند، خودی آنها هستند که به ندای فطرت گوش ندادند، فطرتشان از راهی راست خارج شد. خب دیگر با این کار خود دیگر لیاقت و استعداد پذیرش هدایت قرآن را از دست دادند. این به این معنی است. مطلب دیگر در مورد اینکه قرآن کتاب هدایت است، من زیاد اینجا نمیخوام بحث کنم. اشاره شد در بحثی در جلسه پیشین که گفتیم قرآن کتاب راهنماست، کتاب فیزیک نیست، کتاب ریاضی نیست، کتاب شیمی نیست، کتاب عرضم حضورتان زیست شناسی نیست، بلکه یک کتاب راهنما و هدایت است. اگر ما بخواهیم قرآن را تشبیه کنیم، البته تشبیه نه به عنوان حال تشبیهی آشکارا، به عنوانی که به ذهن ما نزدیک کنیم، میتوان قرآن را به این قانونهای اساسی تشبیه کرد. ببینید چنانه که قانونهای اساسی یک کشور وظیفه اش راهنمایی است، راه نشان میدهد. مثلا قانون اساسی تاجیکستان هرگز به توضیح جزئیات یک مسئله علمی نمیپردازد، اما میگوید مثلا باید این دانشگاه ها از نظر علمی مثلا خودکفا باشند یا چنان کنند چنین کنند. چرا؟ به خاطر اینکه در مثلا علم ما پیشرفت داشته باشیم. قرآن هم چنین است، میگوید علم خوانید. اما اینکه علم چی میگوید دیگر این وظیفه قرآن نیست. در این نکته باید دوستان دقت داشته باشند و راهی
نادرست نروند، نگویند در قرآن مثلا مسائل فیزیکی ریز به ریز مطرح شده است. نه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین. انشاءالله درس بعدی و ادامه تفسیر سوره بقره خواهیم پرداخت.